I invite His Excellency Emomali Rahmon, President of the Republic of Tajikistan, to address the Assembly. محترم دبیر کل، خانم ها و جنابان، در آغاز به دولت قطر و سازمان ملل متحد برای برگزاری چهارمین مهم امروزه و پذیرایی صمیمی عرض سپاس می‌نمایم. مسلم است که رفاه اجتماعی زمینه مهم تحکیم صلح و ثبات فراگیر و رشد استوار میباشد. وابسته به این میخواهم قید نمایم که قبول و تطبیق استراتژی رشد حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 ادامه تلاش‌های کشور ما در این جاده میباشد. این سند همچون یکی از عامل‌های کلیدی حفظ و تأمین ثبات اجتماعی اهالی و بلند برداشتن سطح زندگی شهروندان به رشد استوار اقتصادی و اجتماعی کشور روانه گردیده است. همزمان با این قابل ذکر است که تا آخر سال روان از جانب حکومت تاجیکستان برنامه میان مهلت رشد کشور برای سالهای 2026-2030 قبول می‌گردد. سند مذکور مرحله نهایی استراتژی ملی رشد را برای دوره تا سال 2030 فرا گرفته، اهداف آن با هدف‌های رشد استوار هم آهنگ می‌باشد. در زمینه تطبیق برنامه و استراتژی‌های ذکر گردیده کشور ما به تحکیم سرمایه انسانی توسط رشد ساحه‌های معارف و تندرستی توجه مخصوص دایر می‌نماید. در رشد اجتماعی و اقتصادی کشور ما همکاری حکومت با جامعه شهروندی نقش مهم می‌بازد. در تاجیکستان طی 12 ساله اخیر در ساحه‌های گوناگون اجتماعی و اقتصادی بیش از 4 میلیون جای کاری تأسیس و برقرار گردیده است. امروز در تاجیکستان 8 برنامه دولتی و 3 استراتژی در آن مدت در ساحه معارف تطبیق شده ایستادند که این هم برای رشد ساحه اجتماعی اهمیت کلیدی دارد. مسلم است که رشد اجتماعی با پیشرفت ساحه تندرستی نیز پیوند ناگسستنی دارد. حکومت جمهوری تاجیکستان برای تأمین نمودن فعالیت باثمر مؤسسه‌های ساحه تندرستی و بلند برداشتن سطح و صفت خدمت‌رسانی‌های طبی به اهالی منتظم تدبیرهای ضروری می‌اندیشد. محترم اشتراکداران همایش، تأمین رشد اجتماعی و فعالیت تمام ساحه‌های اقتصاد و استواری محیط زیست پیوستگی زیست دارد. تاجیکستان که 93% قلمروش را کوهسار تشکیل می‌دهد، از پیامدهای تغییریابی دور هیدرولوژی، آبخیزی و خشکسالی و دیگر آفت‌های طبیعی آسیب پذیر می‌باشد. در این رابطه ما با مقصد تأمین نیکوحوالی مردم خود در سمت مقاومت به تغییریابی اقلیم پیوسته چاره‌جویی می‌نماییم. در برابر این کشورهای رو به ترقی، خصوصا کشورهای کوهستانی و محصور در خشکی، در تطبیق هدفهای رشد استوار و تأمین استواری اجتماعی با مشکلات زیاد دچار شدند. ما ضرورت اندیشیدن چاره‌های جدی را برای بهتر نمودن دسترسی کشورهای آسیب پذیر و منبع‌های مالیوی و تأمین مبلغ‌زایی استوار، علخصوص در ساحه‌های خدمت‌رسانی‌های اجتماعی، تحکیم سرمایه انسانی و مطابق شوی با تغییریابی اقلیم تاکید می‌نماییم. حاضرین گرامی، گزارش به اقتصاد سبز برای جامعه جهانی بهر حل و فصل مسائل اجتماعی امکانات زیاد فراهم می‌آورد. تاجیکستان با در نظر داشت اقتدار بزرگ هیدروانرژتیکی خود با مسئله تأمین استقلالیت انرژتیکی و رشد ساحه انرژی سبز
اهمیتی اولی درجه می‌دهد. امروز زیاده از 98% نیروی برق تاجیکستان از منبع‌های آبی استحصال می‌شود و از روی نشان داده استحصال انرژی سبز کشور ما در جهان جای ششم را اشغال می‌نماید. علاوه بر این می‌خواهم قید نمایم که ما در مرحله گزارش با سرعت با تکنولوژی‌های رقمی و استفاده ذهن صنعی در ساحه‌های مختلف قرار داریم. استفاده درست و هدفمندانه آنها می‌تواند به تطبیق هدف‌های رشد استوار مساعدت همه‌جانبه نماید. طوری که معلوم است چند پیش با ابتکار تاجیکستان قطعنامه مخصوص مجمع عمومی سازمان ملل زیر عنوان نقش ذهن صنعی در فراهم آوردن امکانات نو برای رشد استوار در آسیای مرکزی قبول گردید. باور دارم که قطعنامه مذکور همچون وسیله مؤثر برای استفاده ذهن صنعی در منطقه ما با مقصدهای دسترسی و هدفهای رشد استوار خدمت خواهد کرد. حاضرین ارجمند، رشد فراگیر اجتماعی عملهای مشترک را در سطح‌های محلی، ملی و جهانی تقاضا می‌نماید. ما را ضرور است که با متحد نمودن تلاش‌ها برای همه کشورهای جامعه و کل مردمان جهان شرایط عادلانه رشد اجتماعی را فراهم سازیم. در کار سمیت امروزه ما باید یک دلانه اراده مشترک خود را برای صورت بخشیدن به تطبیق هدفهای رشد استوار تاکید نموده به رشد اجتماعی همچون یکی از هدفهای کلیدی آن توجه خاصه ظاهر نماییم. از توجهتان سپاسگزارم.